به نام خداوند بخشنده مهربان. السلام علیکم بینندگان محترم. در این ویدیو می‌خواهیم درباره شرایط فرض شدن تکلیف شرعی صحبت کنیم. امیدوارم ویدیوهایی را که خدمت شما تقدیم می‌کنیم مورد پسند شما قرار بگیرد. از آنجایی که خداوند خالق و آفریننده ما انسان‌ها است، بر گردن ما حق دارد. بر همین اساس احکام و تکالیف را بر عهده ما گذاشته است و ما باید طبق آنها عمل کنیم. اما فرض شدن این احکام بر انسان دارای شرایطی است که در این ویدیو می‌خواهیم درباره آن شرایط صحبت کنیم. پیش از اینکه درباره آن شرایط صحبت کنیم، تکلیف شرعی را تعریف می‌کنیم. تکلیف شرعی چیست؟ تکلیف شرعی به جا آوردن احکامی است که خداوند بر عهده ما گذاشته است، مثل نماز که یک تکلیف شرعی است، خداوند انجام دادن آن را برای ما فرض کرده است، و یا مثل نخوردن گوشت خوک که خداوند انجام ندادن یعنی نخوردن آن را از ما خواسته است. همان گونه که گفتیم خداوند به بشر احکامی را فرض کرده است که انسانی که شرایطش را داشته باشد باید آن تکالیف را انجام بدهد. شرایط تکلیف یعنی شرایطی که اگر آنها در یک شخص باشد برای آن شخص انجام دادن احکام فرض می شود، در غیر این صورت فرض نمی شود. و این شرایط عبارتند از بلوغ. تا وقتی که انسان بالغ نشود، عمل کردن به احکامی که خداوند بر انسان فرض کرده است برگردن اون فرض نمی شود. یعنی کودکی که مثلا 7 سالش باشد یا 8 سالش باشد، تکلیف شرعی برگردن اون فرض نمی شود، چرا که خداوند شرط قرار داده است برای انجام احکام شرعی با عنوان بلوغ، که این شرط اگر محقق نشود برگردن انسان تکلیف شرعی فرض نمی شود. اما بلوغ از کجا فهمیده می شود؟ انشاءالله این را در ویدیوهای آینده توضیح می دهیم که چخیل بفهمیم یک شخص بالغ شده است. شرط دوم عقل است. بنابراین بر دیوانه عمل کردن به احکام فرض نیست و خداوند از دیوانه انجام دادن تکلیف شرعی را برداشته است. 3. داشتن توانایی انجام تکلیف. بنابراین کسی که توانایی انجام کاری را ندارد به همان اندازه احکام از او ساقط می شود. مثلا کسی که نمی تواند ایستاده نماز بخواند، حکم ایستاده بودن از او برداشته می شود، بنابراین باید اون نمازش را نشسته بخواند. و توجه داشته باشید که نماز به کلی از گردن او ساقط نمی شود. کسی که ایستاده نمیتواند نماز بخواند باید نشسته نماز بخواند و کل نماز از او برداشته نمی شود، بلکه باید نشسته نماز بخواند. اگر سوال یا پیشنهاد درباره محتوای این ویدیو داشته باشید در تگ همین ویدیو نویسید، انشاءالله که ما جواب میدهیم. بینندگان محترم، اگر میخواهید نوارهای قصه های قرآنی، احکام شرعی و نوارهای ترجمه قرآن با زبان تاجیکی را مشاهده کنید، مرحمت در کانال ما ابونه شوید.